10 سال مقدم صبح 24 یولی سال 2012 نیروهای دولتی تاجیکستان وارد شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شدند. در جریان 16 ساعت زد و خوردها از هر دو طرف بیش از 40 نفر کشته و ده تن دیگر زخمی شدند، ولی تا امروز بسیاری از سوالهای پیرامون این عملیات بی پاسخ باقی میمانند. سبب یا بهانه رسمی آغاز عملیات نظامی در خوروغ کشتار گنرال عبدالله نظروف رهبر ریاست امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. گنرال نظروف که از دوشنبه به این مقام اعزام شده بود، شام 21 یولی سال 2012 در نوادک دهه 2 کیلومتری خوروغ از ماشین فراورده با ضرب کرد کشتند. مقامات بلافاصله در این کشتار طالب ایومبکوف، یکی از فرمانده سابق مخالفین در ولایت مختار کوهستان بدخشان و برادر عبدالامون ایومبکوف معروف به لیوشا گربون را عیبدار کرده طلب کردند که او عاملان قتل گنرال را تسلیم کند. برای مذاکرات وزیر داخله رمضان رحیمزاده، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و وزیر دفاع شیرعلی خیراللهیف به خوروغ رفتند و رحیمزاده از طریق تلویزیون ولایت مختار کوهستان بدخشان بار دیگر تقاضا کرد که گروه‌های غیر قانونی سلاح خود را سپرده جنایتکاران را تا 24 یول تسلیم کنند، وگرنه دولت مجبور است که از نیروی نظامی استفاده برد. ولی طالب ایومبکوف قتل گنرال نظروف را نتیجه مناقشش با جوانان محلی نامیده دست داشتن خودش در این کشتار را رد میکرد. صبح 24 ایول نیروهای دولتی وارد خوروغ شدند و در 4 محله شهر اوپده، برخوروغ، خلیبزاد و نواباد عملیات پاکاری را آغاز کردند. گروه‌های محلی که فرماندهان سابق مخالفین امام نظروف، محمد باقروف، یادگار محمد سلام و طالب ایومبکوف را رهبران غیر رسمی این گروه‌ها شمرده می‌شدند به مقاومت پرداختند و زدوخوردها در مرکز بدخشان 16 ساعت دوام کرد. در جریان این زدوخوردها طور مقامات رسمی تاجیکستان سال بعد به سازمان ملل گزارش دادند 14 نفر، 18 نفر از نیروهای حکومتی و 23 نفر از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. ده تن دیگر در این تیراندازی‌ها جراحت برداشتند. عملیات خوروغ بلافاصله اعتراض مردم را در این شهر و در خارج به بار آورد. ساکنان خوروغ با طلب قطع عملیات و بیرون کشیدن نیروهای دولتی 2 روز تظاهرات کردند. تظاهرات اعتراضی به ضد عملیات خوروغ همچنین در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو، در پترزبورگ، بشکک و حتی در واشنگتن آمریکا دایر شد. در نتیجه الکی روز 25 یول پرزیدنت امامعلی رحمان عملیات را قطع و در خوروغ آتش بس اعلام کرد. رهبر اسماعیلی‌های جوان شاهزاده کریم آقاخان چار نیز از طرف خود به پیروانش در ولایت مختار کوهستان بدخشان فرمان داد که مقاومت را با حکومت بس کرده سلاحشان را سپارند. بعد این وضع در خوروغ نسبتاً آرام گرفت و قسم زیاد نیروهای دولتی را بیرون کشیدند، ولی حمله‌های عدایده در مرکز بدخشان تا تیر ماه سال 2021 ادامه یافت. از جمله سبزعلی محمد رضایف را رهبر بخش شهری حزب مخالف نهضت اسلامی در گردهمایی‌ها فعالانه سخنرانی میکرد. سلاح‌بردستان از خانه‌اش بیرون برآورده کشتند. یک ماه بعد آغاز عملیات امام نظروف، یکی از فرماندهان جوانان خوروغ نیز در منزلش به طور مرموز کشته شد. حادثه دیگر روز 2 آگوست در پاسگاه بدورد رخ داد که در نتیجه تیراندازی ماموران پاسگاه 4 نفر کشته شدند. درباره هدف‌های اصلی عملیات خوروغ فرضیه‌های مختلف سر کرده از دست ابرقدرت‌ها طرح ساختن بدخشان بزرگ، از خنثی کردن مواد مخدر و تماکو و تلاش حکومت برای نظارت کامل بر منطقه‌ای که تا حال در نزد دوشنبه مطیع کامل نمی‌نماید بیان می‌شد. با گذشت چندین سال از عملیات خوروغ درباره با جرم دست داشتن در این حوادث محکوم شدن تنها 2 نفر، شیری کرمخدایف و دمان اشوروف گزارش شده است. 2 نفر دیگر برادر و راننده طالب ایومبکوف، عاقل ایومبکوف و حمزه مرادوف برای کشتن گنرال عبدالله نظروف محکوم به زندان شدند. همچنین گزارش شده بود که یادگار محمد سلاموف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، قرضش را از امانت بانک صاف کرده این بانک مال و ملک طالب ایومبکوف را به فروش گذاشته است تا قرضش را از این فرمانده یک زمان پرنفوذ برویاند. اما با وجود از عرصه تنگ کردن فرماندهان یک زمان پرنفوذ، اوضاع در خوروغ تا چند سال دیگر همچنان آسیب پذیر باقی ماند. در ماه می سال 2014 در پی کشته شدن 3 نفر در یک تیراندازی بین نیروهای عمان و یک گروه گمانبر با قاچاق مواد مخدر در خوروغ دیگر باره ناآرامی‌ها سر شد. مردم به شور آمده بناهای ریاست کارهای داخلی، دادستانی و دادگاه ولایت و هم منزل سردار میلیسای شهر در محله برخوروغ را آتش زدند. دوشنبه باز مجبور شد که سوختار نشان کسبیش گنرال شیرعلی خیراللهیف را دیگر باره به خوروغ فرستاد. ماه سپتامبر سال 2018 در پی یک انتقاد تند امامعلی رحمان از وضع امنیت و ترتیبات در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تمام رهبران این ولایت مرکز، شهر خوروغ و امین طور
رهبران مقامات امنیتی تقریبا همه مناطق ولایت مختار کوهستان بدخشان از کار برکنار کرده شده. برای برقرار کردن ترتیبات یک ستاد بین اداروی تأسیس داده شد. حکومت مرکزی آن وقت به بدخشان نیروهای علاوگی از جمله نیروهای ویژه امان و الفرا فرستاد. ماه نوامبر سال 2021 بعد چند ساعت بازداشتش به طور مرموز کشته شدن گلبدین زیوبیکوف، یکی از لیدرهای غیر رسمی جوانان نویه روشخله، به موج اعتراضات در خوراق باعث شد در جریان این اعتراضات که 4 روز دوام کرد باز 2 ساکن بدخشان کشته شده و حدود 30 نفر از اعتراضگران و نیروهای امنیتی زخمی شدند. ماه می و ایون سال 2022 در جریان سرکوب موج نو اعتراضات در خوراق و مرکز نویه روشان به حساب مقامات 16 نفر و به حساب منابع دیگر بیش از 40 نفر کشته شده، 10 تن دیگر زخمی و بیش از 120 نفر بازداشت شدند. همین طور 3 تن از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، محمد باقروف، خرسن مزار و زهیر رجبوف کشته شده. 9 لیدر دیگر این منطقه به حبس گرفته شدند. مقامات عملیات اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان را عملیات ضد تروریستی نام کرده گفتند. در جریان آن کسی از اهالی آسایشته ضرر ندیده است، ولی منابع دیگر میگویند مقامات به ضد اعتراضگران از سلاح جنگی استفاده بردند و چند نفر از اعتراضگران را در روشان بعد بازداشتشان با عذاب و شکنجه به هلاکت رسانیدند. پارلمان اروپا اخیرا خواستار تحقیق بین المللی حوادث خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان شد.